محترم رحمانوف، یک بار در کارگاهتان یا در منزلتان تنها به تنها نشینید، تنها به تنها، و ببینید که شما چیکار کردید. شما یک ملت را، یک خلق را، یک دولت را به کجا آوردید، به کجا رساندید. حال ما چون است؟ ما کیستیم؟ ما کی بودیم و کی شدیم؟ ما از کجا آمدیم و به کجا می رویم؟ شما مردم تاجیک را روشن و جمشید کردید. شما ملت تاجیک را غلام دیگران کردید. شما ملت تاجیک را مهاجر کردید. شما ملت تاجیک را سرپست کردید. شما زنان تاجیک را کنیزک دیگران کردید. شما ما را غلام کردید. امروز ما میبینیم که مردم از تاجیکستان فرار میکنند. تاجیکستان یک زمان بهشت روی زمین بود. شما این بهشت را به جهنم بدل کردید. تاجیکستان امروز خانه اشک، منزل درد، منزل غم، منزل بیماری، منزل ناامیدی شده است. مردم فرار میکنند. امروز مرد تاجیک آماده است که یک کولبار به دوش بگیرد و هر کجای چشمش میبیند راه بگیرد. به قزاقستان، به ازبکستان، به امریکا، به هر کجای دنیا باشد، مردم از شما میگریزند. مردم از رژیم شما میگریزند. مردم از ملیسه های شما میگریزند. مردم از بی‌حقی میگریزند. مردم از بی‌انصافی میگریزند. مردم از تاریکی میگریزند.